پرزیدنت ترامپ دیدیم قانون اساسی پیشنهادی برای ایران آینده دادیم بهش، گفتیم تو رو خدا دنبال حکومت‌های فردی برای ایران ما دیگه نباشیم. بابا ما می‌خوایم مثل آمریکا بزرگ بشیم. ما می‌خوایم حکومت قانون داشته باشیم. ما می‌خوایم مثل نصف کره زمین که الان دنیای آزاد و دموکراتیک هستن قانون بهمون حاکم باشه، نه یک شاشوی مادر قهوه‌ای به اسم رضا پهلوی که مادرش با فریدون جوادی می‌خوابید و خون به جیگر پدرش محمد رضا شاه کرد. آقا ما نمی‌خوایم. گیر یه آدم کیرکلفتی میفته به نام امید سفری که این کیرشو دستش میگیره، اول میکنه تو دهن زن عباس فخرآور. شما الان همسر عباس فخرآور رو تصور بکنید که دو زانو نشسته جلوی منم ورزشکار، کت و کلفت داره ساک میزنه. من از تمامی طرفداران کنگره ملی ایرانیان میخوام این صحنه رو تصور بکنن. از شخص امیر عباس فخرآور میخوام این صحنه رو تصور بکنه. عباس فخرآور، فکر کن زنت الان نشسته دو زانو، سوتیانش هم باز کرده، امید سفری کیرکلفتم وایساده داره پستوناش رو میمالونه. بعد یهو زن عباس فخرآور میاد کیر امیدو میذاره تو دهنش، شروع میکنه به لیس زدن. انقدر لیس میزنه تا من تو دهن زن فخرآور بیام و بعد اون آبی که از من میریزه تو دهن زن فخرآور میره با عباس شوهرش لب میگیره، اون آبو میریزه تو دهن عباس فخرآور. چیزی که نخوندین یه همچین کسیه که بیاد توی کلاب هاوس اینجوری زن عباس فخرآور رو به سیخ بکشه، خواهراش رو به سیخ بکشه. از همون آزادی که تو نفهمیدی چی جوری باید ازش استفاده بکنی که به اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی تهمت ناموسی ناروا میزنی، به مادر شاهزاده عزیز ما تهمت ناموسی و ناروا میزنی، به مادر کسی که مردم ایران اسمشو صدا کردن، اسم عباس فخرآور به عنوان یه گوز در توالت های هیچ مسترایی در ایران هم شنیده نشده تا به امروز. خب مادر جنده، اولا مادر قهوه نیست، مادر قهوه است که تویی. خدا را شکر این فوشی که دادی درست نیست. مثل مونه به یکی بگه مادر نسکافه، مادر کاپوچینو، مادر قهوه. قهوه اون چیزیست که کافی صبح همه میخورن. قهوه است، قاف ه جیمی ب و ه آخر، ه چسبون آخر. قهوه یعنی جنده به زبون عربی، مقهب یعنی جنده خونه، مادر قهوه یعنی مادر جنده. یعنی کی؟ یعنی عباس فخرآور. عباس فخرآور مادر قهوه غلطه، پس تو در واقع این کار ببین اینجوری آدم ریده میشه بهش. تو اون فحشی که به اولیا حضرت شهبانو دادی و به شاهزاده که گفتی مادر قهوه، این فحش نبود. ولی من به تو فحش اصلیشو میگم. مادر قهوه، زن قهوه، خواهر قهوه، شما خانوادگی ژنتون دی ان ایتون یک دی ان ای کثیف جنده زاده است. آخه مادر جنده عقده قد کوتاهی تو چرا میخوای با از شاهزاده مسئولینی؟ تو قد دیه وجبه. آخه مادر جنده تو که ارزه نداشتی، تو که بابات خوب ننتو نگاییده و یه انی مثل تو زاییده که اگه موش میزایید، اگه میمون میزایید از تو بهتر و خوشگلتر در میومد. گناهش اولی حضرت شهبانوه که تو فوش میدی. گناه این که عباس فخرآور 1.5 متر قدش 1.52. مادر جنده گناه قد کوتاهی تو که یکی از عقدهاته تقصیر شاهزاده است، تقصیر اولیاء شهبانوه. گناه اینی که تو زن جنده است، تو خونش کار میکنی، بچه بزرگ میکنی، جلو چشم خودت زنت کیرکلوف میبره تو اتاق خواب به خاطر اینکه خرج تو بده، تو دهن تو بستی. این گناهش تقصیر شاهزاده است که مادر جنده می فوشو به شاهزاده میدی. گناه اولیاء حضرت شهبانوه که تو می فوششو به اولیاء حضرت میدی.
آخه مادر تو من گاییدم، مادرت که قابل گاییدن نی. زن تو من گاییدم، الان 5 دقیقه پیش وایساده بود، 2 زانو رو بروم داشت کیر کلفت منو ساک میزد. آخه مادر تو گاییدم. آخه کیرم تو پستون بنده زنت. عباس فخرآور، زن جنده، مادر قهبه، عقده ها تو میخوای خالی بکنی، یه جور دیگه خالی بکن. بابا کسی تو رو به آدم حساب نمیکنه. بپذیر عباس فخرآور، اینو بپذیر که کسی تو رو به پشمش هم حساب نمیکنه. خب چرا زور تو کونت داره؟ نیستی، تو اون لول نیستی. شاهزاده که جای خود، اولیا حضرت شهبانو که جای خود. کجا دیدی تو این انقلاب توی 18 19 یکی یه آرق بزنه شبیه اسم فخرآور باشه؟ کجا دیدی یکی یه گوز بگوزه، یه اینجور گوزی بزنه تونالیتش شبیه عباس فخرآور باشه؟ آخه مادر جنده، تو رو به آدم کسی حساب نمیکنه. بدبخت مفلوک، بدبخت مفلوک 1 متری. یه مش جک و جنده اونجا جمع شدن لکولاشی، از اون صدف جنده تا اون رخسار گنجی ماده گاف، 4 تا عقب افتاده ای که اصلا حرف یومیهشون هم بلد نیستن بزنن. یه استیج فخرآور رو بیارید که یه دونه آدم با شخصیت رو استیجش باشه. خب ما در قبل کسی تو رو با آدم ثابت نمیکنه. منتها تو اینجای کار رو نخونده بودی که اینجوری یکی هست که بیاد برینه تو دهنت، یکی اینجوری بیاد مادر تو، زن تو، خواهرای جنده تو به سیخ بکشه. مادر جنده تو که کتاب ننوشتی، ساغر کسرایی خودش به من گو این کتاب و مجاهدین دادن به عباس فخرآور، کتاب رفیق آیت الله. اون ساغر کسرایی رو بردار بیار بگه امید سفری داره دروغ میگه. ده مادر جنده، من اومدم تو اون رخسان گنجی 5 سال پیش، که حالا امید بیا 1 هفته بیا تو این کنگره ببین چه خبره. اومدم جلسات خصوصیتون رو دیدم دیگه کسکشا. آقا به چیتون مینازین؟ کدوم نکته مثبت رو دارین؟ قانون اساسی، ما در جنده همون قانون اساسی تو کس زنت. تو 1 کتاب بیشتر تو عمرت نخوندی، روح القوانین مونتسکیو، اونم برات گفتن خودت نخوندی. همون کتاب مونتسکیو به جای خوندن اگه لول کرده بودی تو کس زنت کرده بودی، الان یه ذره معلوماتت بیشتر بود. میگفتی مالونده شده به کس زنش. حرومزاده، تو به خودت اجازه میدی به شاهزاده فوش بدی؟ به اولیا حضرت شهبانو فوش بدی؟ مگه ما مردیم؟ خب کیرم تو پستون بنده زنه. تو اگه غیرت داشته باشی، این همه من الان تجسم کردن، همه اینه که اینجا نشستن زن تو رو تصور کردن که 2 زانو جلو پای من نشسته داره برای من ساک میزنه. تو اگه غیرت داری میری من آدرسمو جلو این جمع دارم میگم. هر کدوم از این مادر جندای فخرآور خواست بیاد بنده هلند زندگی میکنم، بیاد تا همون کاری که با زن فخرآور الان تجسم کردیم و با خودش بکنم. ما عمل میکنیم. مادرتو گاییدم، عملی مادرتو میگم، نه تئوری. کسکش استاد دانشگاهی؟ مادر جنده کدوم استاد دانشگاهی صبح تا شب بچه داری میکنه؟ کسکش کدوم استاد دانشگاهی صبح تا شب داره بچه داری میکنه؟ تو که صبح تا شب تو خونه آشپزی داری میکنی یا بچه داری؟ زن جنده. این آقای آریام ثابت کرد که زنت هم استاد دانشگاه نیست. زنت میره بیرون کس میده. چیکار میکنی؟ خرج زندگی تو از کجا میاری؟ تخم حروم. تو انقدر مادر جنده بودی به خاطر اینکه من با تو مشکل داشتم اومدی این حرومزادگی، این مادر جندگی. شاید خیلی این بچه‌ای که الان تو این اتاق نشستن ندونن این عباس فخرآور چنان زنجنده ایه که وقتی که من 4 تا اتاق بهش فوش دادم، باش برخورد کردم، دختر منو که 12 سالش، اون زمان 10 سالش بود،
به خاطر شیمی درمانی موهاش میریزه. برگشت رفت توی اتاقی گفت امید سفری کچل با اون دختر کچلش. مادر جنده، مادر جنده، ای کاش آرزو میکنم یه روز ببینمت عباس فخرآور. مگه نمیگی اف بی آی حمایتت میکنه؟ تو با اف بی آیت بیا، با این لکولاشی های گروهتون بیا، منم خودم و همین کیرم فقط میایم. بود که الان گذاشتم تو دهن زنت، زن دوزانو نشسته بود. تو انقدر مادر جنده به یه بچه 10 ساله. تو با باباش یعنی من مشکل داشتی. من کیرم هم قد تو کسکش، با من جرأت نکردی بیای کلبی افتی. رفتی به یه دختر 9 ساله ای که به خاطر سرطان ماش میریزه تمسخرش کردین تو کلاپاس، برگشتین بهش گفتین کچل. مادر جنده، آی کچلی عیبه؟ من 6 ساله هر هفته موامو میزنم برای اینکه به دخترم که تو بهش گفتی کچل تو خونه این پیامو بدم که بابا تو تنها نیستی که مو نداری، فقط من بابات هم مو ندارم. بعد کسی به دختر من اینو بگه، خب من مادر تو رو میگم. به وقتش، به وقتش من ننتو، اون که هیچی، اون که ننت که گاییده است. ولی من از حق خودم اگه بگذرم، از این گوهی که در حق اولیا ازت شهبانو خوردی نمیگذرم. زن جنده، قانون اساسی نوشتی؟ مادر جنده بیا بگو از کجا سوختی دیگه. بیا بگو هیچ کی منو به تخمش هم حساب نکرده. بیا بگو من عباس فخرآور رو کسی به تخمش هم حساب نمیکنه. بیا اینو بگو، میفهمیم در اون صورت شاید به تخممون حسابت کردیم. کیرم تو کس اون زنت؟ من کیرم و کیر همه آقایون رو استیج و حضار محترم تو کس زنت عباس فخرآور. خوبه حالا؟ خوبت شد؟ اینو بهت گفتم. هرچند این چیزی که سهیل گفت، آخوندو میدونی چرا میکنن تو بشکی انگشتش میکنن؟ برای اینکه پررو بشه. دیدین آخوندا چقدر مادر جنده ها پرروان؟ این پررویی فکر میکنین از کجا اومده؟ پرروی آخوند فکر میکنین از کجا اومده دوستان؟ از همین مفعول بودنشون اومده دیگه. خامنه ای که بزرگشون بود و ولی امر مسلمین جهان بود، تو حمام منصوری کونش گذاشته بودن. اصلا یکی از ارکان بیت خامنه ای، این یارو قاری قرآنی چی بود اسمش؟ توسی، سعید توسی. یکی از ارکان بیت خامنه ای سعید توسی بود، برای اینکه اصلا نبود نمیشد. انگشت میکنن طرفو، روش وا میشه. همون بلایی که سر تو آوردن. و الان ما از کجامون آوردیم که به تو میگفتن پریوش زندان؟ این همه زندونی رفته اومده، چه خوبش چه بدش. یه دونش رو بیارید که بعد زندون لقب پریوش روش گذاشته باشن. آقا نمیشه. خب این چیزی بوده که وجود داره. آقا این همه زندونی صبح تا شب دارن میرن زندون، آزاد میشن. از مواد مخدر بگیر تا سرقت، بگیر تا تجاوز به عنف، بگیر تا نمیدونم مسائل سیاسی بگیر، میرن اون تو یا زندون حبسی دارن میگذرن، میان بیرون یا اعدام میشن. روی یکیشون لقب پریوش نی، جز امیر عباس فخرآور. بابا مادر جنده، مگه یادمون رفته چجوری روح الله زم کار دادی؟ بعد به قیافه کیری تو نگاه کن. من کیرم دهن اسلام، کیرم دهن پیغمبر محمد مصطفی. من کاری به این اسلام کسکش ندارم، اما اینو قبول دارم که چهره آدم ها تا حد زیادی آینه است از درون قلبشون. تو زندگی روزمرتون هم اینو تجربهشو کردین. معمولا آدمایی که قیافه مرتب و تر و تمیز و خوش چهره ای دارن قلب پاکی هم دارن.
ما در جنده قیافه کیری خودتو تو آینه ببین، کراهت ازش میباره. جفرسون، کراهت از صورتت میباره. کاملا مشخص نونی که داری میخوری نون کستادن زنته. کاملا مشخص مادر جلد که هزاران نفر رو لا کار دادی. روح الله بذار این حکومت عوض بشه، اسناد میاد بیرون دیگه. ما در جنده اون وقت همه میفهمن با سند و مدرک. سهیل هم که هست و نشون میده. دیدی سهیل چجوری نندو به سیخ کشید یه هفته پیش تو اتاق؟ دیدی چجوری کیرت کرده بودن؟ خوشت اومد؟ تو اینی به راحتی رو انگشت میچرخی. بدبخت، بدبخت مفلوک، عقده ای، بیچاره. والا اگه یکی به یه آدم، نمیگم با غیرت، یه آدم متوسط غیرتی این حرفایی که من زده بود دوتا کار میکرد: یا امشب منو میکشت، خونه منو میریخت، یا خونه خودشو میره خونه خودکشی میکرد. میگو این زندگی خفتبار که زنم و اینجوری جلو 2000 نفر یکی بیاد به سیخ بکشه خودمو خلاص بکنم. منم که اینجا سر و مرو گنده وایستادم. بیاین کیرمو بخورین مادر جنده ها. کیرم تو اون سوتین زنت. عباس فخرآور، میخواستی اینا رو بشنوی؟ استاد دانشگاه، پروفسور، مادر جنده ورداشته رفته دکترش هم ورداشته کرده پروفسور. کسکش پروفسور بالتازار از تو بیشتر میفهمید که شخصیت کارتونی بود. کیرم تو کس ننت. کیرم تو کس. آقا من نمیدونم این خواهرها شوهر ندارن. من کیرم تو کس ستاره. آی شوهر ستاره کجایی؟ من هلندم، بیا دیگه. بابا یکی به یکی این فوشو بده، یارو میره اون ور دنیام شده پیداش میکنه. خانم محلقا، ستاره، کیرم تو پستون بند جفتتون. به اولیا حضرت فوش میدین. کیر امید سفری تو کس ستاره فخرآور و محلقا فخرآور. شما شوهر ندارین، دوست پسر ندارین. مادر جندا من پیدا کردنم کار یه لیوان آب خوردنه. بیاین خب. اینا همه میدونین واسه چیه؟ گوهی که خوردی به شاهزاده فوش میدی، به اولیا حضرت شهبانو فوش جنسی و ناموسی میدی. خاک بر اون سرت بکنن. دیگه بیشتر از این جفاست در حق این فوشا. یعنی آدم آردار با یه اشاره بیار مناره. من مناره رو که تو کس زنت هم کردم امیر عباس فخرآور و تمام طرفدارانت ها، تمام طرفدارانت. این یادت باشه. حالا دفعه بعد اگه دوباره فوش دادی به احدی از خاندان ایرانساز پهلوی، اولیا حضرت شهبانو، شخص شاهزاده رضا پهلوی، فامیل اصلا فامیلیشون، هر کی که فامیلیش پهلوی باشه، اون دفعه بعد یه مدل دیگه بهت نشون میدم. تا حالا کلاب هاوس سابقه نداشته که یکی بیاد رو استیج زن یکی رو بگه همه تا 1000 نفر الان با زن جغ زدن. تصور بکنید زن عباس فخرآور رو که داره براتون ساک میزنه. دیگه بالاتر از این؟ ببینم تو غیرت داری؟ ببینم از سولاخت میه بیرون. کیرم تو کس ننت. آقا من همینجا بحثمو به پایان میرسونم. اگه کسی بهش برخورد از جهت اینی که من به فخرآور فوش دادم، کس ننش، دوستانی که الان اینجان، اگه کسی بهش برخورده که من چرا از کلمات زشت استفاده کردم به خاطر مسائل اخلاقی، شرمندم، روم سیاه، خاک پاتونم، دستونم میبوسم. ولی یه جاهایی هست نمیشه غیر از این کار کرد. کسی که بیاد به اولیا حضرت شهبانو نسبت که لیاقت مادر خودشو داره رو بده، کسی که به شاهزاده رضا پهلوی فوشی که لایق خودش و خاندانش رو بده، با این ادبیات باید صحبت کرد. فخرآور از کلمه مادر قهوه استفاده کرد که البته خدا رو شکر این فوش آمد نیست، جان، آمد جان، قهوه فوشه.
منم امید، همون ادبیات استفاده، یه لحظه، منم من میخوام همون یه چیزی ادبیات بگم اضافه استفاده کنی به کردم. حرفات. این بی همه چیز به خود شاه هم توهین کرد. گفت شاه میدونست و ام. فرح این کارو میکرد. این خیلی حرومزاده آه تر از نفاست. کیر همون شاه تو کس، نه اون خیلی زیاده. ببین مسجد الرفاعی تو قاهره، من رفتم بر مزار اعلی حضرت فقید شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی. 4 مناره داره، هر 4 منارش تو کسه تمامی مؤنثینی که فامیلیشون فخرآوره. داشتم اینو میگفتم، اگه کسی ناراحت از این، ناراحت شد از این که من عفت کلام رو رعایت نکردم، دلیل این بود، شرمندتونم. و اگه کسی ناراحت شده که چرا به فخرآور فوش دادم، کس ننش. تموم، نقطه سر خط.